اگه بودجه‌تون برای خرید لوازم آرایشی کمه، اول محصولاتی رو بخرین که تو روتین روزانه پوست لازمه. مثلا پاک کننده آرایش، کرم مرطوب کننده، کرم دور چشم، کرم ضد آفتاب. مواد چند منظوره بخرید. مثلا یه مرطوب کننده رنگی هم آبرسانی میکنه هم پوستتون رو پوشش میده. پولتون رو پای کرم های ضد آفتاب با SPF بالا نریزید، چون ضد آفتاب با SPF 50 و 100 فقط 1-2% محافظت بیشتری میده و مهم درست مصرف کردن ضد آفتابه. یعنی بهتر ضد آفتاب با SPF 30 بخرید و هر 2-3 ساعت یک بار تمدیدش کنید. موقع خرید آنلاین حتما قبلش نظرات رو بخونید. پالت سایه با کیفیت بخرید تا بدون پرایمر هم موندگار باشه. بهتره یه پالت سایه خنثی انتخاب کنید که هم تو آرایش روزانه هم برای مناسبت‌ها کاربرد داره. خط چشم‌های مدادی معمولاً زودتر خشک میشن. برغلب با اینکه ترند شده ولی موندگاری کمی داره، پس زیاد براش هزینه نکنید. اگه پوستتون حساسه یا آکنه دارید، حتما محصولات پوستی رو با مشورت پزشک بخرید، چون ممکنه هر محصولی به پوستتون نسازه. از ماسک و اسکراب‌های طبیعی استفاده کنید. خرید محصولاتی مثل کرم‌های ضد سلولیت یا کرم ضد ترک‌های پوستی خیلی واجب نیست، چون اثرشون موقته. اگه لوسیون بدن دارید، لازم نیست برای پاک کرم جداگونه بخرید، به خاطر اینکه کارکردشون یکیه. در ضمن محصولاتی که میگن باعث رشد موه به اندازه رژیم غذایی سالم کارایی ندارن.